اول فلسطین بوده یا اسرائیل؟ سوالی که شاید ذهن خیلیاتون تا الان درگیرش شده باشه. این خاکی که انقدر سرش جنگه متعلق به مسلموناست یا یهودیا؟ توی این قسمت میخوایم به این موضوع بپردازیم. برای دونستن تاریخ این منطقه باید به بیش از 3700 سال پیش بریم. اون زمان به این منطقه میگفتن بنی اسرائیل. 3 پیامبر به اسمهای ابراهیم، یعقوب و اسحاق توی این منطقه به نام کنعان زندگی میکردن. به مردم این منطقه میگفتن بنی اسرائیل و به خودش هم میگفتن سرزمین اسرائیل. برمیگردیم به 3000 سال پیش. یه پادشاهی تو اسرائیل روی کار میاد به اسم شاول یا طالوت. بعد از شاول داوود پادشاه میشه و اورشلیم رو پایتخت انتخاب میکنه. اورشلیم یا همان بیت المقدس. بعد از مکه و مدینه سومین شهر مقدس برای مسلمان‌ها به حساب میاد. داوود یه پسری به نام سلیمان داشته که اولین معبد یهودیان رو توی اورشلیم میسازه. این معبد معروف میشه به معبد سلیمان. بعد از مرگ سلیمان اسرائیل به 2 دسته تقسیم میشه. یک منطقه به نام پادشاهی اسرائیل که پایتختش سامریه بوده و جنوب اسرائیل یه منطقه دیگه به نام پادشاهی یهودا که مرکزش اورشلیم بوده. اولین مشکلات این منطقه از همین تقسیم بندی شروع میشه. یهودیای این منطقه با اطرافیانشون رابطه خوبی نداشتن. هر امپراتوری که اونجا به وجود می اومد می‌خواست اینا رو از بین ببره یا بردهشون کنه. هر قدرتی که میومد اورشلیم رو اشغال می‌کرد، اون معبد رو خراب می‌کرد، ولی هنگام بازپسگیری شهر دوباره معبد رو می‌ساختن. میرسیم به زمان کوروش کبیر. این تاریخ توی تورات یهودیا و توی انجیل مسیحی‌ها نوشته شده که اینها رو برده کرده بودن و معبدشون رو هم تخریب کرده بودن. کوروش اینها رو از دست بابلیا نجات میده و امکانات در اختیارشون قرار میده که معبدشون رو دوباره بسازن. پس از امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان به قدرت میرسن و از طرف دیگه توی اروپا امپراتوری روم داره شکل میگیره. روم روز به روز قوی‌تر میشه و میاد به طرف شرق. حدود 63 سال قبل از میلاد مسیح رومیا اطراف دریای مدیترانه رو کامل در اختیار میگیرن. اسرائیل هم میفته دست امپراتوری روم. رومیا از یهودیا خوششون نمیومد، واسه همین اسم این منطقه رو عوض میکنن و میذارن فلسطین. فلسطین از لغت یونانی به اسم فیلیستا اومده که یونانیا به این منطقه میگفتن. رومیا چون اصلاً از یهودیا خوششون نمیومد، اسمی که یونانیا به این منطقه میگفتن رو گذاشتن روش. رومیا یهودیا رو برده نکردن، اما هیچ کمکی هم بهشون نکردن. اجازه نمیدادن کارهای معمولی رو انجام بدن، کارهایی مثل کشاورزی یا کاسبی. برای همین یهودی‌ها میافتن تو کار بازی با پول، یعنی پولاشون رو میذاشتن روی هم و بانک تشکیل میدادن و وام میدادن به اونایی که مشکل دارن. رومیا با دست خودشون همه یهودی‌ها رو کرده بودن بانکدار و صراف. از همون موقع این داستان شکل میگیره که یهودی‌ها پول دارن. اینم بگم که رومیا اونا رو از فلسطین اخراج کرده بودن و اونا پخش شده بودن تو اروپا و غرب آسیا. میرسیم به زمان ظهور مسیحیت. مسیح فلسطین به دنیا میاد و از اون طرف به صلیب کشیدنش هم توی اورشلیم اتفاق میفته. بعد از گذشت زمان و پرقدرت شدن مسیحیت، اورشلیم تبدیل میشه به منطقه مقدس مسیحی‌ها. میرسیم به زمان قرن هفتم. مسلمونا به ایران حمله میکنن، از اون طرف هم بیزانس رو شکست میدن و میدنشون عقب و فلسطین میفته دست مسلمونا. اورشلیم برای مسلمونا هم مقدس بود چون اونجا قبله اول مسلمین بود. ولی تو سال 624 میلادی قبله عوض میشه به سمت مکه. وقتی مسلمونا اورشلیم رو میگیرن، یه مسجد اونجا بنا میکنن به اسم مسجد الاقصی که به قدس هم معروفه. بعد از این شهر برای 3 دین مقدس میشه: اسلام، یهودی و مسیحیت. بعد از فروپاشی روم باستان، یهودی‌ها تو اروپا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن چون مسیحی‌ها یهودی‌ها رو مقصر میدونستن و میگفتن اونا باعث به صلیب کشیده شدن مسیح هستن. تو قرن 16 عثمانی منطقه رو اشغال میکنه که فلسطین هم جزو بشه. عثمانی‌ها یهودی‌ها رو مورد آزار و اذیت قرار نمیدن و اونا توی عثمانی راحت زندگی میکردن. با این حال بیشتر جمعیت یهودی‌ها توی اروپا هستن. اواخر قرن 19 یهودیای اروپایی که بهشون میگن یهودیای اشکنازی با همدیگه متحد میشن و جنبشی تشکیل میدن به نام صهیونیسم که هدف این جنبش آزادی سرزمینشون است. اسم صهیونیسم هم از تپه‌ای توی اورشلیم گرفته شده.
اوایل قرن 20 10,000 یهودی اروپا کوچ میکنن اورشلیم که هنوز تو قلمرو عثمانی بوده. چند سال بعد جنگ جهانی اول شروع میشه که در پایان عثمانی کاملا متلاشی میشه و بیشتر سرزمیناش میفته دست انگلیسی‌ها. یه مقداری هم فرانسه و روسیه. انگلیسی‌ها تو این منطقه 3 کشور درست میکنن: کویت، عراق، اردن. که اسم اردن فلسطین بوده، اما اونا فلسطین رو حذف میکنن و میذارن اردن و اون تیکه‌ای که الان دست اسرائیل رو میذارن بریتیش مندیت فور پالستاین که ترجمهش میشه قیمومیت بریتانیا برای فلسطین. تعداد مسلمان‌ها خیلی بیشتر از یهودیایی بوده که تازه از اروپا اومده بودن. برای همین از سال 1926 تنش بین یهودی‌ها و مسلمان‌ها شکل میگیره و بیشتر میشه. سال 1933 سالی که هیتلر به قدرت رسیده و تصمیم گرفته یهودی‌ها رو از اروپا اخراج کنه. اون فهمیده بود صهیونیستای اروپا پرقدرت‌ترین گروه یهودی هن و تصمیم گرفت باهاشون یه قرارداد ببنده. قراردادی که میگفت 60,000 یهودی آلمانی باید از آلمان خارج بشن و برن به فلسطین. تو سال 1937 انگلیسی‌ها که با هیتلر دشمن بودن و فلسطین دستشون بود اجازه ندادن یهودی‌ها وارد فلسطین بشن و هیتلر ناکام میمونه. 2 سال بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه و حزب نازی میگفت تمام بدبختی‌های آلمان زیر سر یهودیاست. میرسیم به سال 1947. 2 ساله که جنگ جهانی دوم تموم شده و سازمان ملل میخواد فلسطین رو به 2 قسمت تقسیم کنه. چون جمعیت یهودیای فلسطین که به خودشون میگفتن صهیونیسم خیلی رشد کرده بود و همیشه هم بین اینا درگیری بود، سازمان ملل میخواست 2 قسمت کنه که این درگیری‌ها تموم بشه. قرار بود یک ایالت عرب و یک ایالت یهود تشکیل بده و اورشلیم رو هم منطقه بین‌المللی اعلام کنه برای اینکه بین این ادیان دعوا نشه. فلسطینیای مسلمون با این ایده سازمان ملل مخالفت کردن و گفتن کل فلسطین برای ماست. 1 سال بعد، یعنی تو سال 1948، انگلیس فلسطین رو تخلیه میکنه. تو این زمان که صهیونیست‌ها قدرت گرفته بودن، گفتن اینجا دیگه مثل زمان باستان اسرائیل، نه فلسطین. جنگ داخلی شروع میشه و تمام کشورهای عربی اطراف طرف فلسطین رو میگیرن و جنگ بین عربا و صهیونیست‌ها کلید میخوره. اما اسرائیلی‌ها همه اینا رو وادار به عقب نشینی کردن و فلسطینی‌ها رو هم جمع کردن تو کرانه باختری و یک مقداری هم نوار غزه. بعد از قدرت گرفتن صهیونیست‌ها نزدیک به 1 میلیون نفر فلسطینی از این سرزمین اخراج میشن و مجبور میشن برن اردن و لبنان. تنش بین اعراب و یهودی‌ها روز به روز بیشتر میشه. میرسیم به سال 1967. جنگی بین تمام کشورهای عربی و اسرائیل شکل میگیره که به جنگ 6 روزه معروفه. اعراب در مقابل اسرائیل هیچ حرفی برای گفتن نداشتن. و البته اسرائیل تنها نبود و کمک‌های زیادی داشت. بعد از این 6 روز اسرائیل صحرای سینا رو کاملا از مصر میگیره، کرانه باختری رو کاملا اشغال میکنه و بلندی‌های جولان سوریه رو هم میگیره. بعد از جنگ 6 روزه فلسطینی‌ها بیشتر اخراج میشن و از اون طرف هم یهودیای بیشتری کوچ میکنن اسرائیل و برای اولین بار یهودیای اون منطقه میشن اکثریت. از اون سال به بعد این کشمکش‌ها ادامه داره و قراره یک معامله‌ای انجام بشه و این سرزمین به 2 قسمت تقسیم بشه، ولی اسرائیلی‌ها معتقدن اینجا سرزمین اجدادشونه و بیشترشون میخوان و اورشلیم رو هم نمیخوان نصف کنن. بعد از سال 2007 فلسطینی‌ها به 2 دسته تقسیم میشن. یک دسته تو کرانه باختری و دسته کوچکتر تو نوار غزه. هیچ کدوم هم همدیگه رو قبول ندارن. توی نوار غزه گروهی داریم به اسم حماس که هدفش نابودی اسرائیل و میگه با رژیم صهیونیستی معامله نمی‌کنیم. از اون طرف سازمان آزادی بخش فلسطین که کرانه باختری رو در اختیار داره میخواد با اسرائیل معامله کنه و به 2 قسمت تقسیم بشن. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو اولین کشوری میکنه که سفارتش رو به اورشلیم منتقل میکنه که این موضوع بسیار عرب‌ها رو آزرده خاطر میکنه. درگیری‌ها ادامه داره، حماس راکت پرتاب میکنه، اسرائیل جواب میده و این جنگ و درگیری بیش از 70 ساله که ادامه داره. این بود خلاصه ای از تاریخ این منطقه.